ویکی دمپایی نیلوفر رو برداشتی؟ رو فرشی نیلوفر؟ وای 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 اومدم بگیرم بده من. اوه ماشالله بچم چه بزرگ شده. ای خدا دمپایی برمیداره میدوه. تو اینا یه زمانی میخوابیدی، یادت چند ماه پیش توشون میخوابیدی؟ اومدم بگیرم. اوه بده من دمپایی دخترمو بده. اوه ریکی. این کشی هم که دیدین روی زمینه، نه دست گل آقا ریکی ها. فکر نکنید مامان ریکی خونش اینجوری نگه میداره. آقا ریکی همه زندگی ما رو میاره وسط خونه. خب سلام کردی به دوستات؟ الان میپرید رو پای من. ای جو بپر بینم. کجا رفتی؟ قلبم درد گرفته آقا ریکی. مامانت نمیتونه بدوه. بیا اینجا. بیا جون. ای خدا. رفت تو WCش. چه لحظه ای رو شکار کردی. مرسی ریکی. وقتی میره توی WCش جیش میکنه، ما هو میکنیم و دست میزنیم واسش که ایشون رفته اونجا جیش کرده. و ریکی هم بدو میاد بغل ما، وای میسته جلومونو، میگه منو تشویق کنید که خودم میرم اونجا جیش میکنم. پسر مؤدب مامانشه. آره پسر قند عسل. به قول باباش میگه پسر قند عسل. الانم در بالکن رو بستم داره آب میخوره. تو بالکن چند تا گلدون گذاشتم، آقا میره اونا رو، گلا رو میخواد بخوره. یعنی که در رو بستم میاد پشت درهای بسته. ریکی دل شکسته میبینه خبری نیست، مجبور میشه آب بخوره بیاد بره تو. جو قربون